دست این مرد 41 ساله علیم-جان منوروف همه روز آلوده خاکولای است چونکه کسب انتخاب نموده‌اش با آن علاقه‌مندی دارد. نوابسته از سردی و گرمی هوا کار میکند. هنر او انعکاسگری تصویری بدیعی واقعیت میباشد که به افکار و احساس بیننده تاثیرگذار است. هیکل‌تراشی را علیم-جان منوروف از کودکی دوست داشته است. او برای آماده نمودن نقش اول روی ورق سفید تصویر مینماید، پس آن را با آب و گل و گچ میتراشد. این منظره که عین حال شما دیده ایستاده اید منظره زنده نیست. آن را علیم-جان در مدت 1.5 ماه با واسطه گچ و رنگ ساخته‌اند. علیم-جان منوروف دارای سبک مخصوص می باشد. تا امروز با آفریدن هر گونه نقاشی به قلب دوستداران صنعت راه یافته است. نوابسته از کسبیتش شخص خاکسار است. وی به سؤال برای رسام ماهر شدن چی کار باید کرد چنین پاسخ گفت: برای آنکه برای رسام بیان داخل شوند اول باید گفتم که استعداد باید باشد، اقل کمتر، و بعد برای استعداد باز هیکل دادن به مکتب رسامی داخل شدن کار، بعد از آن به دانشگاه و دانشکده ها و بعد باید باز هیکل داده. شوق باید داشت برای اول شوق، برای همین بعضی نفران من همین شوقم هست گفته بسیار حرکت میکنن لیکن از وقت نمیبرد. اوی نمیکنن که اگر یک قدم دیگر طرف مولان دیگر صاحب ممکن اما اونجا موفق شوند. این رسام هیکل‌تراش زاده شهر خوجند می باشد. مکتب رسامی را ختم نموده است. کالج صنعت به نام صادرخان حافظ را نیز با بهای خوب و اعلی ختم کرده است. وی برای حمایت نمودن کار علمی مصوره پسر بچه هایی که با بوی چچک از آمدن عید نوروز به همگان خبر می رسانند تصویر نموده است. نقاشی به وی از گذشتگانش باقی مانده است. میگم ویم از خوردی سر کردگی کاره همین رسکشیه خدا رحمتی تقام من وای بودم استادم که هم ببینم رفتن نشون میدادم که من اگه بین تقوا چه خیلی میکار معقول من دیگه میگفته از خدا هر خیلی گل اوکشته افتی خودم میکشتم وای صورت دیده که میزد نشون میدادم که وای تقام بکن بین شما چه خیلی گفته یا با هم دیدم با ما با شاخ ما شده با میکشتم خلاص کده تا مکتب آموزشگاه و اینستیتوت تمام خط کردیم من حالا با خانده استفاده ولی هم فوره هنگام نقاشی نمودن این یا آن مصوره وی همیشه از طرف راست کار را آغاز می نماید. انجام کاری وی در مرکز به اتمام می رسد. هنگام کار هر لحظه اجرای آن می تواند بر رسام الهام بخشد. می گوید قهرمان گزارش ما رنگی را با رنگ آمیخته کرده در جای خالی آفریدن منظره زیبا و طبیعت زنده کاری مشکل، اما علیم-جان منوروف را این عمل به زندگی دلگرمی می بخشد. من خیلی همچون رسام میخوام که کمتر هم باشد به تاجیکستان عزیز خود یک ذره هم سهمی خود را گذارم با تصویر کردن تاجیکستان عزیز خود، زیبای خود که بهتر از دیگر دولت‌ها علما تاجیکستان بسیار زیبا از منظرهای زیبا دارد. برای همین آینده برای تاجیکستان معرفی کردن بر دیگر دولت‌ها و همین جاهای تاریخی تاجیکستان برای تماشابین به سیر و گشت که می‌بیاد از دیگر دولت‌ها معرفی کردن و ما کوشش می‌کنیم که یک ذره هم باشد و پیشروی یک بمانیم. علیم-جان با هنری رسامیش در آزمون‌های سطح شهری و ولایت اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان گردیده است. عقیده دارد که نتیجه محصول کاری هر رسام را جامعه بهاگذاری می‌کنند. گزارش فرهناز نبی‌آوا و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.